سلام، خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه از کانال نقاشی پامینا. امروز اومدیم این پاپیون قشنگ رو با آبرنگ نقاشی کنیم. ببینیم چطوری میشه. همراه با من باشید تا این پاپیون رو زیباش کنیم. سایز مقوایی که دارم روش کار میکنم 15x20 مقوای فابریونو 400 گرمه و اینکه برای آبرنگ باید از همین مقواها استفاده کنیم. موقع کار کردن باهاش مقوا باد میکنه، ولی وقتی خوش بشه خودش بادش میخوابه. بعد دیگه میتونین ادامه کارتون رو انجام بدید. برای ترکیب رنگ این کار میخوایم یک صورتی ملیح در بیاریم. یه مقداری رنگ بنفش روشن رو با مقداری قرمز روشن و کمی سفید با هم دیگه قاطی میکنیم تا یه صورتی ملیح و خیلی قشنگ برامون ایجاد کنه. بعد از اینکه این ترکیب رنگ ایجاد شد، ما باید این ترکیب رنگ رو توی تکنیک خیس در خیس روی برگه بیاریم. الان بعد از اینکه ترکیب رنگ انجام شد، میبینید که من با تکنیک خیس در خیس رنگ صورتی رو روی برگم آوردم. جاهایی که احتیاج به تیره شدن داره جدا و جاهایی که احتیاج به کم رنگ بودن داره هم جدا. الان که میبینید از روی پاپیون شروع به کار کردم. این قسمت پاپیون احتیاج داره که رنگ صورتی کم رنگ باشه چون روی کاره و نور خورده، و قسمت داخلی پاپیون که زیر هست و هیچ نوری بهش نخورده باید رنگ تیره باشه. پس از صورتی تیره تر برای داخل کار استفاده میکنیم. وقتی که رنگ رو توی تکنیک خیس در خیس روی برگه آوردیم، تا قبل از اینکه خشک بشه ما باید ادامه کار رو انجام بدیم. جاهایی که احتیاج به سفیدی داره که انعکاس نور رو نشون بدیم و رنگ نمی کنیم و ادامه کار رو انجام میدیم. ادامه کارمون هم که میبینید دیگه من رنگی نذاشتم، همون رنگ قبلی رو با مقدار آب زیاد پخشش کردم روی برگه که از تیره به روشن بره، اون کنتراست رنگ رو توی کارمون ایجاد کنیم. خب همونطور که میبینید انتهای کار باید تیره تر باشه به خاطر اون کنتراست رنگ و انعکاس نور. اینا خیلی توی کار برای بعدسازی کار خیلی مهمه. طبق کار قبلیمون از رنگ تیره به روشن شروع میکنیم که کنتراست رنگ رو ایجاد کنیم و انعکاس نور هم نشون بدیم. میبینید که رنگ دیگه من نیاوردم، همون رنگ رو روی کاغذ دارم میکشم و با مقدار زیاد آب اون رو پخش میکنم که روشن‌تر هم بشه.
دور کار باید یک رنگی داشته باشه که اون خط و خطوط رو نشون بده. دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. روی کار احتیاج به رنگ روشن داره و داخل کار احتیاج به رنگ تیره. از ابتدای کار تا انتهای کار رنگ تیره به روشن میدیم که انعکاس نور و کنتراست رنگ رو نشون بدیم.
خب همونطور که گفتم داخل پاپیون به خاطر اینکه نوری بهش نمیخوره تیره هستش، پس از صورتی تیره تر استفاده میکنیم. مقدار رنگ و آبی که توی کار اولیه‌مون ایجاد کردیم به خاطر اینکه کم رنگ بشه آب زیادی داخلش ایجاد شد و همینطور رنگ سفید بیشتری قاطی شد، ولی برای داخل پاپیون باید از آب کمتر و سفید کمتر استفاده بشه که اون تیرگی رنگ به خوبی ایجاد بشه. به خاطر اینکه این رنگ ترکیبیه و ما قرص رنگش رو نداریم، پس از سفید کمتری استفاده میکنیم برای ترکیب رنگش. دوست قشنگم اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومده یادت نره که لایکش کنی و کانال منم حتما سابسکرایب کن. ویدیوهای خیلی کاربردی و خوبی داخل کانالم قرار میدم. سابسکرایب کن که همراه من باشی.
خب حالا میخوایم انعکاس نور روی خود پاپیون رو ایجاد کنیم. پس با همون رنگ تیره که داخل کار زده بودیم و میایم روی پاپیون رو میزنیم و رنگ رو پخش میکنیم که اون بعد ایجاد بشه، برجستگی کار ایجاد بشه و خیلی قشنگ به کارمون حجم میدیم. قسمت‌های تا خوردگی پاپیون رو نشون میدیم با همون رنگ تیره تر از رنگ زمینه. این کار رو انجام میدیم که قسمتی که تا خوردگی داشته موقع گره زدن پاپیون خودش رو به خوبی نشون بده. یک بار دیگه ما روی کار داخل پاپیونمون رنگ میاریم که غلیظ‌تر بشه و قشنگتر خودش رو نشون بده. رنگ رو دوباره ایجاد میکنیم، ترکیب میکنیم، ولی این دفعه باز سفید کمتری انجام میشه که رنگ غلیظ‌تر و تیره تر بشه.
یه مقداری هم سایه برای کارمون ایجاد میکنیم. خیلی من از سایه زیادی استفاده نکردم و شما میتونید نسبت به دیدتون که ببینید مثلا اون پاپیون وقتی روی جایی هست قرار گرفته سایه هاش چطوری افتاده، شما هم طبق همون سایه‌اش رو بکشید. حالا من خب نمونه کارم سایه نداشت، به خاطر این سایه رو دارم از خودم میزنم و خب خیلی هم نمیخواستم یه رنگ تیره رو ایجاد کنم. در همین حد به نظر من کافی بود. اگه شما خواستید میتونید بیشترش کنید. رنگ توسی رو که روی کار آوردم دیگه مابقی کار رو برای که پخش کنم از رنگ استفاده نمی کنم، بنابراین از آب زیاد توی قلموم استفاده می کنم و رنگ رو پخش می کنم. خب امیدوارم که تا اینجای ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره که لایک کنید و حتما هم کانال منو سابسکرایب کنید و اگرم که دوست داشتید با کارای من تمرین و تکرار انجام بدید، از اول ویدیو تا آخر ویدیو همراه من باشید و باهاش انجام بدید.